تصور کن تو یه جمع دوستانه نشستی و داری با شور و هیجان در مورد یه موضوع خیلی جالب صحبت میکنی. اون لحظه که قراره اون نکته طلایی رو بگی، یه نفر وسط حرفت میپره و میگه آره منم اینطوری شدم و همه توجه ها از تو گرفته میشه. اینجاست که میفهمیم چقدر شنونده خوب بودن توی ارتباطات مهمه. اینکه یه تایمایی سکوت کنی و بذاری اون زمان فقط برای طرف مقابلت باشه که حرفاشو بزنه، خاطراتشو تعریف کنه، احساساتشو بگه. منظورم اینه که هی نپری وسط و بگی آره منم اینجوری شدم یا منم این حسو تجربه کردم. این کارا شاید به نظر چیز خاصی نیاد، ولی توی مسیر روابط و توسعه فردی نقش کلیدی داره. حالا میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. یه روز توی کافه که نشسته بودم و داشتم با لپتاپ کار میکردم، 2 دوست کنار من نشسته بودن و یکیشون با شور و هیجان داشت داستانش رو تعریف میکرد. اما هر بار که میخواست به یه جای حساس برسه، دوستش بیخبر وسط حرفش میپرید و هر بار یه چیزی میگفت و کم کم اون دوست اولی یه اشتیاقی برای حرف زدن نداشت، چون احساس میکرد طرف مقابلش واقعا بهش توجهی نمیکنه و فقط میخواد خودش رو مطرح کنه. این مثال کوچیکی از همون چیزیه که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. هنر گوش دادن و شنونده خوب بودن. هنر گوش دادن یعنی اینکه بتونی بدون قضاوت، بدون پریدن وسط صحبت و بدون اینکه فقط منتظر این باشی که نوبت خودت بشه، به حرفای طرف مقابل گوش بدی. ما توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بیشتر به حرف زدن تمرکز داره تا گوش دادن. همه میخوان حرف بزنن ولی کمتر کسی گوش میده. شنونده خوب بودن مهارتی نیست که یه شبه بهش برسی. نیاز به تمرین، صبوری و دل بزرگ داره. وقتی به کسی گوش میدی، یعنی در واقع بهش احترام میذاری. بهش میگی که حرفاش، احساساتش و تجربه‌هاش برای تو ارزشمنده. حالا چرا شنونده خوب بودن انقدر مهمه؟ وقتی تو یه شنونده خوب باشی، رابطه‌هات محکم‌تر میشن. آدما دوست دارن بیشتر کنار کسی باشن که به حرفاشون گوش میدن. این باعث میشه که اونا هم بیشتر به تو اعتماد کنن و توی لحظات سخت زندگی بهت رجوع کنن. وقتی به کسی گوش میدی، بهش این حس رو میدی که تنها نیست و کسی هست که درکش میکنه. یکی از مهمترین چالش‌هایی که ممکنه توی این مسیر باهاش روبرو بشین اینه که مغزت همزمان با گوش دادن مشغول آماده کردن یه جمله یا داستان مشابه برای گفتن باشه، ولی باید یاد بگیری که جلوی این تمایل رو بگیری و تمام توجهت به طرف مقابل باشه. یه راه عالی برای این کار تمرین مدیتیشن و تمرکزه. وقتی تو بتونی ذهنت رو آروم کنی و در لحظه حال باشی، گوش دادن به حرفای طرف مقابل برات آسان‌تر میشه. یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنی زبان بدنه. وقتی با کسی حرف میزنی، سعی کن با چشما و حرکات بدن بهش نشون بدی که داری گوش میدی. تماس چشمی برقرار کن. سرت رو به نشانه تایید تکون بده و از حرکات دست استفاده کن تا نشون بدی که مشتاق ادامه داستانی. و اما یه تکنیک دیگه، بازخورد بده ولی با دقت. یعنی وقتی طرف مقابلت حرفش تموم شد، چیزایی که گفته رو به زبون خودت خلاصه کن و بهش بازگو کن. مثلا بگو خب اگه درست فهمیده باشم، تو میگی که و اینجا خلاصه کوتاهی از حرفاش رو تکرار میکنی. این کار نه تنها به طرف مقابل نشون میده که به حرفش گوش دادی، بلکه بهت کمک میکنه تا مطمئن بشی که درست متوجه حرفاش شدی. خب حالا اگه به همه این نکات عمل کنی چی میشه؟ تو تبدیل میشی به یه شنونده خوب که آدما دوست دارن دور و برش باشن، چون میدونن که تو کسی هستی که بهشون گوش میدی، درکشون میکنی و برای حرفاشون ارزش قائلی. و این یکی از بزرگترین هدیه هاییه که میتونی به دیگران بدی. حالا برگردیم به داستان همون 2 دوستی که توی کافه دیدم. تصور کن اگه دوست دوم به جای اینکه هی وسط حرف دوستش بپره، فقط گوش میداد و بهش نشون میداد که صحبت‌ها و احساسات دوستش براش مهمه، چه اتفاقی می‌افتاد؟ مطمئناً دوستیشون عمیق‌تر و پایدارتر میشه. پس دفعه بعد که کسی شروع به صحبت کرد، سعی کن فقط گوش بدی. بذار اون لحظه فقط برای اون باشه.
شاید این کار کوچیکی به نظر بیاد ولی باور کنید که تأثیرات بزرگی داره. این یه قدم کوچیک توی مسیر توسعه فردی و مهارت‌های ارتباطی که میتونه زندگیت رو به طرز شگفت‌انگیزی تغییر بده. پس دست به کار شو و تبدیل به یک شنونده عالی شو. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً این رو لایک کنید و با دوستان خودتونم به اشتراک بذارید تا یاد بگیرن که وقتی شما صحبت میکنید به حرفاتون گوش بدن. و اگه دوست دارید بیشتر یاد بگیرید حتما کانال میتوان رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی موفق و پیروز باشید.